بسم الله الرحمن الرحیم. مجید طاهری هستم، مربی تیم جهش فامنین. انشالله تیم رو داریم آماده میکنیم برای مسابقات بزرگسالان دسته دوی کشور که توی بندرعباس برگزار میشه و از تاریخ 17 بهمن ماه تا 21 بهمن ماه ادامه داره انشالله. خدا رو شکر تیمی که بستیم برای مسابقات اکثرا یعنی میانگین سنی تیم ما 21 ساله، همه جوونن خدا رو شکر و اعضای تیم من به همین شکل از خود شهر فامنین و شهر همدان هستن، یعنی همه بازیکن‌های ما بومی خدا رو شکر هستن و انشالله داریم تیم رو آماده میکنیم. تیم یک مقدار متاسفانه دیر بسته شد با توجه به مشکلات عدیده‌ای که باهاش دست و پنجه نرم کردیم، ولی خدا رو شکر شرایط تیم خوبه و ما خیلی امید داریم برای صعود به امید خدا. و مسابقات با حضور در واقع تیم‌های ایلام، بندرعباس، تیم یزد، تیم سان نفیسی تهران و تیم جهش فامنین برگزار میشه به امید خدا. دو تیم در نهایت به مرحله بعدی مسابقات راه پیدا میکنند و شانس حضور در دسته یک کشور رو انشالله خواهند داشت. جا داره تو این لحظه تشکر کنم، تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از جناب آقای خلیلی عزیز، آقای نجفی عزیز، همچنین جناب آقای بازلی و آقای چهره‌زاد که تو این مدت تنهامون نذاشتن و کمک‌های مالیشون از ما دریغ نکردن. همچنین تشکر ویژه از جناب آقای عباس رحیم عزیز، رئیس هیئت فوتبال شهرستان که همه گونه در واقع به هر نحوی شده ما رو حمایت کردند و فرماندار محترم و اداره ورزش و جوانان شهرستان. هرچند این کمک‌های شده واقعا کمه برای حضور یک تیم توی مسابقات کشوری و امیدواریم توی این چند روز باقی مونده افرادی که واقعا از دستشون کمکی برمیاد از تیم ما دریغ نکنن و به شهرستان خودمون انشالله کمک بشه.